این منم، بردیا، 22 ساله از کف خیابونای لرستان. الان ساعت حدود 6 عصر 13 بیماه 1404 و از اون فراخانی که گفته بودن 4:30 فعلا خبری نیست، ولی خب خیابونا خالی هم نیست. نیروی انتظامی و مردم اینور اونور تو جای خیابونا دیده میشه. امشب با شبای قبل خیلی فرق داره، شعارا کمتره. اون هیجانی که شبای قبل بود انگار فروکش کرده. رضاخان، واقعا رضاخان، بمباران هوایی عشایر چادرنشین لرستان، بیشترین تبعیدی از لرستان، اعدام بزرگان طوایف لرستان، فقر و نهادینه کردن در منطقه، فرهنگ بومی رو سرکوب کردن، حتی تغییر فامیلی ها، اونی که هنوز زخمش روی تن مردم لرستان مونده. چرا؟ واقعا چرا؟ عجب. الان از ساعت 8 شب هم گذشته و من خودم اومدم وسط ماجرا، یعنی سر خیابون بود. یه خانمی اونجا بود 3-4 باری با شمایل مشخص رفت و آمد میکرد، خیلی مشکوک بود به نظرم. این ورتر بعد از بازداشت یکی از لیدرها همراهاش جمع شده بودن و با فحاشی میخواستن که آزاد بشه. نزدیکای ساعت 9 شبه، همه چی آروم بود که یهو از خیابون رازی صدای شعار و فحش دست جمعی بلند شد. رفتیم اون سمت، یه جمعیت حدود 400 نفره کنار میدون واسطه بودن، به سمت پایین حرکت میکردن و سنگ پرتاب میکردن. بدبختی اینجا بود که اموال مردم بیگناه داشت نابود میشد. بچهای یگان ویژه گفتن دستور داریم و باید همینجا بمونیم. همین شد که بچهای هیئتی با هیدر گفتن خودجوش وارد ماجرا شدن و اون جمعیت رو هول دادن بالای میدون بازی. اما خب اونا بالا دست بودن و ما پایین دست تیر اونا بالاتر بود. بچهای ما بیشتر آسیب دیدن. ولی بعد حدود 1 ساعت درگیری ناجوانمردانه اونا بودن که فرار کردن. آخرش هم که یگان ویژه اومد و با موتور ما رو همراهی کرد. ساعت حدود 10:30 شب چند تا از رفقا راهی بیمارستان شدن و ما همچنان وسط خیابون ایستادیم. این منم، بردیا، 22 ساله از کف خیابونای لرستان. الان ساعت حدود 6 عصر 13 بیماه 1404